نقشه 14 راهاندازی محرک به صورت یکی به جای دیگری. ما در درس قبلی اوید یکی پس از دیگری گفته گذاشتیم، اما امروز یک موضوع دیگر هم است، موضوعی که یکی به جای دیگری. یعنی ما دو محرک داریم، فرض کنیم دو تا ناسوس داریم. ناسوس یکم اول وصل میکنیم، یا مدت زمان کار میکند و ما میخوایم ناسوس دوم وصل کنیم و زمانی وصل کردن ناسوس دوم، ناسوس یکم باید قطع شود. یعنی به جای ناسوس یکم و ناسوس دوم وصل میکنیم و انا همین اصول از اصول یکی به جای دیگری. یعنی زمان دومین محرک راه اندازی شد، محرک یکم باید از مدار خارج شود. و اگر مدار فرماننده اینجا بینیم، یعنی اگر این قسمت ما به نظر نگیریم، همین تیغه بسته کید را نقشه از همون نقشه یکی پس از دیگری یکون فرقیت ندارد. ما اگر ایسی را وصل کنیم که یک وصل می شود، پس از وصل شدن که یک ما، یعنی این تیغه پس از وصل شدن ما می توانیم که کید را وصل کنیم. اما فرقیت در اینجا تنها در همین تیغه بسته کی دو است که ما در مسیری کی یک داریم. یعنی زمانی که ما کید را وصل میکنیم، کانتاکتور کید را، کی یکی ما از همین نقطه قطع می شود. اینجا در مسیرش تیغه بسته کی دو است. یعنی همین یکی به جای دیگری، ما زمانی که دومین کانتاکتور را وصل کردیم، کانتاکتور یکم قطع می شود. بریم نقشش را طراحی میکنیم. این نقشه ساده است، ما یک بار میبینیم. ما اگر اس یک وصل کنیم، محرک یکم ما وصل می شود. اس را وصل کنیم، محرک دوم ما استاپ. یعنی نقشه ساده راه اندازی دو محرک به صورت دوم. همین نقشه را ما میگیریم، نقشه یکی به جای دیگری میکنیم. خب ما سر اول گفتیم یکی پس از دیگری هست در اینجا. یعنی ما تا زمانی که محرک یکم ام یکی ما فعال نبود، ما نباید که ام را وصل کنیم. برای این ما گفتیم اصولی یکی پس از دیگری است. یعنی در مسیری اسی دو تیغه بازی کانتاکتور یکم. این تیغه خود نگاه دارنده کیمی. این نقشه را اگر تو اینجا بررسی کنیم، میبینیم که این نقشه یکی پس از دیگری است. یعنی ما اگر استیدر هر قدر که وصل کنم، تا زمانی که یک وصل نبود، ما محرک دوم راه اندازی کرده نمیتونیم. یعنی نقشه یکی پس از دیگری است. و ما گفتیم در نقشه یکی به جای دیگری، در مسیری که ایمی یک تیغه بسته که ایمی در وصل میکنیم. یعنی از که ایمی دو کانتاکتور دوم، یعنی زمانی که ایمی دو وصل شد، تیغه بسته که ایمی دو از این قسمت باز میشود. اس یک وصل کردیم،
محرک یکم ما راهاندازی شد. از حساب این تیغه یعنی ما علاقه میتوانیم استیده را وصل کنیم، یعنی کمی در کنتاکتور دویمه. زمانی که کنتاکتور دویم یعنی محرک دویم ما راه اندازی شد، محرک یکم از مدار خارج میشه، یعنی به این شکل، یعنی یکی به جای دیگری. بار دیگر استیده را وصل میکنم، محرک یکی ما قطع میشوه، محرک دویم راه اندازی میشه، یعنی از همین نقطه، یعنی همین تیغه نامی همون راه اندازی محرک به صورت یکی به جای دیگر است.